درود بر شما. برای خیلی سوال ژل رویال چیست و چجوری تولید میشه؟ ببینید دوستان، ما تخم زنبور رو داخل این سلول ها قرار میدیم. سلول خالیش به این شکله، داخل این سلول ها قرار میدیم. ببینید، و یه تخم زنبور رو برمیداریم میذاریم داخل سلول. زنبوری که در حالت یتیمیه، ملکش حبسه، و زنبور میاد به این حالت اینو میبافه، دورشو میبافه و ژل میریزه برای این لاروه، برای این تخم زنبوره که اینو برای خودش یه ملکه درست کنه. و ما میایم زنبور رو فریبش میدیم و اینو خرابش میکنیم. این تخم زنبور رو ازش میکشیم بیرون و این ژل رو برداشت میکنیم، یا ژل رو برداشت میکنیم یا ملکه میشه میدیم دست همکاران یا خودمون استفاده میکنیم. اینم از ژل رویال. برای انسان خیلی مفیده، ضد سرطان، ضد بگم دیگه، بزن تو گوگل ضد مدار همه رو میاره براتون. موفق و پیروز باشید.